منشأ تمام ارزش‌های اخلاقی و انسانی میشه حیا. پس مسئله حیا رو ما دقت کنیم. اگر ما تونستیم یک فرزند با حیایی رو تربیت بکنیم، یه فرزندی که حیا داشته باشه این رو ما تربیت بکنیم، یه فردا دغدغه نداریم برای روابط این بچه تو اجتماع. اگر حیا داشت بچه ما، دیگه لازم نیست برای نحوه پوشیدن لباسش باش چونه بزنیم. اگر فرزند با حیا تعبیر جامعه دادیم، دیگه فردا نگرانی و روابط اجتماعی بچه خودمون رو نداریم، چون اطمینان بهش داریم. بچه حیا داره، کار خلاف عفت و حیا انجام نمیده. پس مسئله حیا اهمیت. حیا خودش پوشش مناسب میاره، رفتار مناسب میاره، رابطه مناسب برای انسان ایجاد میکنه. اون ضابطه های دینی و اخلاقی رو در جامعه انسان حیا نهاده نمیکنه. پیغمبر اکرم میفرماید تمام دغدغه همه انبیا، 124,000 پیغمبری که اومدن، پیغمبر اکرم میفرماید همش یه دغدغه داشته، همش یه حرف رو بیان کرده، همش به یک نکته اشاره کرده. اون نکته اینه: اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. آقا جان اگر حیا نداشتی هر کاری که میخوای انجام بدی برو انجام بده. یعنی تمام انبیا میاد راجع به حیا صحبت میکنه. دغدغه همه انبیای الهی، پیغمبران الهی، مسئله حیا هست. کسی که حیا داره گناه نمیکنه، کسی که حیا داره کار اشتباهی انجام نمیده، کسی که حیا داره تحقیر نمیکنه، کسی که حیا داره توهین نمیکنه، کسی که حیا داره حق کسی رو ضایع نمیکنه. اما اگر آدم خدایی نخواسته بی حیا باشه، طبق این روایت پیغمبر خدا هر چی دلش میخواست همون انجام بده. ما دیدیم تو جامعه، داریم تو جامعه نمونه های زیادی داریم. آدمی بی حیا توهین میکنه، تحقیر میکنه، فحش میده، ضرب و شتم میکنه، حق کسی رو ضایع میکنه، چشم‌چرانی میکنه. بنابراین وقتی که حیا نباشه، انسان قیدوبند هم نداره. دوستان یه سلام بگید خود رو جلوتر.